به پدر حافظ گفت بچه‌هات کجان میخوام ببینم. اینا رو یکی یکی آورد، گفت اینه این پسرام فلان. بعد گفت که بچه دیگه نداری؟ اون با همون نگاه خاص خودش به این قضیه نگاه میکرد، گفت که بچه دیگه یکی دیگه هم هست همینطور عاشق مجاز و یه خورده در حقیقت ساده لوحتره، تو جنگلای بیشتر وقتا. گفت همونو میخوام ببینم. حافظ بود، میخوام همونو ببینم. فرستادن گفتم اون مهم نیست، بچه های عاقلم زیرکم بچه های هوشیارم همینان، کنه اونو میخوام ببینم. دنبال حافظ فرستادن، حافظ رو تو جنگل آوردن. اون با همون خلوت خودش، عزلت خودش، شعر خودش و ارتباط روحانی و معنوی خودش با خود تو جنگل مشغول بود. وقتی حافظ رو آوردن، حافظ تا به اون نگاه کرد، گفت آنان که حافظ بهش نگاه کرد، گفت آنان که به نظر خاک را کیمیا کنند، باشد که گوشه چشمی هم به ما کنند. میگه اون شیخش در جا گفت نظر کردم همدیگر رو شناختن، اون قوه روحانی همدیگر رو بالاخره درک کردن و فهمیدن. و این حافظ شد لسان الغیب، حافظ شد کسی که الله از او کار گرفت و حافظ کسی شد که تونست جامعه رو با اشعار خودش نه تنها اون نسل و نسل‌های دیگر رو حتی از یک میراث ادبی و عرفانی بهره مند کنه.